یک دو برادر من نمیدونم کار در حقیقت کردن یا که تهمت به در حقشون با مخدر حبس شدگان. ما با آنها یک کمکی بگیم که ناچیزی میرسون. به زندان خبرگیری رفتن یا که تعام بردن همینه در نظر بله دارید؟ بله، در کارت بانکیشان مبلغ میگذارم و خودشان خریداری میکنن، مقصد کمک میرسونم بر همو فهمو برادر. برادرو. مسئله کسی که با فروش مواد مخدر یا با استفاده مواد مخدر زندان شده است و آدم گناهکار است، گناهی کبیره کرده است، لیکن وی از دایره اسلام نبر آمده است. بنابراین وی مسلمان است، مسلمانی گناهکار است، هیچ گپی ندارد خاصتا یار و دوست و خویش و تبار. این از شخصی که در زندان است وی محتاج است. خیلی گناهی که کرد امید میکنیم که توبه کند، از گناهش باز ایستد، الله تعالی هدایت کند. لیکن ما وظیفه خود ما رو اجرا میکنیم، خبر گرفتنی مثلا زندانی، عیادت بیمار، نوبسته به اینکه شخصی گناهکار است. حتی امام بخاری گفتن که باب عیادت المشرکی، باب درباره عیادت مشرک، یعنی عیادت کافر. آیا ممکن است یا نه؟ یا آدم کافر است لیکن کسل شد، خبر گرفتن ممکن است یا نه؟ ممکن است. پیامبر صلی الله علیه و سلم رفتند به نزد عمکشان، حالان که مشرک است، جان میداد. گفتن که قل یا عمی لا اله الا الله، ای عمک لا اله الا الله بگو، کلمتا احج لك بها عند الله، یک کلمه ای که من در نزد الله تعالی حجت آوری میکنم، میگم که این بنده الله به لا اله الا الله گفته بود، یعنی شفاعت میکنم تو را. این امام بخاری در باب عیادت مشرک آوردن. واقعا ابو طالب مشرک بود، واقعا بیمار بود و خبر گرفتن بیمار، رفتن به نزد بیمار، این عیادت نامیده میشد. این چونین مثلا یا به کارتش گذرانیدن، کار خوب است، کار خیر است. آنهایی که در مصیبت گرفتار شدند، آنهای دستگیری کردند در کار.